سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی و توپ و درجه یک باشید. خیلی خوش اومدید به استودیوی بوبوک. من سید محمد موسوی، اینجا یه قسمت دیگه از دانشگاه سبز. امروز اومدیم در رابطه با نخل ماداگاسکار با هم یه صحبت بکنیم. یه گیاهی که به باحال، خوشگل، ولی پر از خار. یعنی کسایی که کاکتوس دوست دارن عاشقشن، کسایی که آپارتمانی هم دوست دارن عاشقشن، چون هر دو تا حالت رو تقریبا میتونه توی یه گیاه به شما بده. خب بخش اولی که میریم سراغش در رابطه با نخل ماداگاسکار نوره. نخل ماداگاسکار گفتم جزء کاکتوس‌ها به حساب میاد، جزء تقریبا بافت‌های ساکولنتی آبدار داخلش، و اینکه نیاز به نور خیلی خوبی داره. اگر نور کمی به نخل بدید متاسفانه شروع میکنه بالای نخل نازک شدن، و اینکه اگر برید توی گل فروشی‌ها میتونید ببینید که تنه نخل مثلا پایین کلفت بوده، مثل همین یه جایش اومده نازک شده دوباره شروع کرده به کلفت شدن. اون جایی که تنه نازک بوده مال جایی بوده که گیاه توی محیط کم نور داشته نگهداری می‌شده، یا حداقل اون نور خوب و عالی که باید رو نداشته. به جز این از روی فاصله بین تیغ ها هم میتونید متوجه این موضوع بشید که نخل علفی رشد کرده یا اینکه نه، یه نخل خیلی پرنور و جایی بوده که پرنور بوده و جای خوبی بوده. فاصله بین تیغ ها وقتی زیاد میشه یعنی گیاه خیلی سریع داشته رشد میکرده و یه جای کم نوری بوده. نخل رو باید یه جای پرنور بذارید. پنجره‌ای که برای نخل پیشنهاد میشه پنجره‌های جنوبی ان. حالا جنوب خالی، جنوب شرقی و جنوب غربی، این پنجره‌ها عالی ان، ولی تو پنجره‌های شرقی و غربی هم میتونید ازش نگهداری بکنید. یه ویدیو در رابطه با نور ضبط کردم، اگر نمیدونی که این جهت هایی که گفتم چیه و برای گیاهات باید چه نوری رو بذاری، اون ویدیو رو برو حتما ببین. لینکش یه جا اینجاها میاد، روش کلیک کن اون ویدیو رو ببین. مشتی عالی در رابطه با نور، کاملا متوجه همه جریان میشی. اما از بخش نور که رد بشیم میرسیم به بخش آبیاری. خب ببینید این گیاه خیلی مقاومه به آبیاری، خب، و نیاز نیستش که خاکش همیشه خیس باشه، و اگر که خاکش رو همیشه خیس نگه دارید، خیلی رطوبت بالا بهش بدید، اجازه ندید خاکش خشک بشه، متاسفانه میره به سمت اینکه بخواد ریشه ها بپوسه و آروم آروم از پایین دچار پوسیدگی بشه. پوسیدگیش هم به این شکلی که اصلا بهتون نشون نمیده که داره میپوسه. هیچ علائمی توی هیچ جایی نداریم تقریبا، و اینکه یه روز صبح شما میبینید نخل شل شده و افتاده، و به خاطر اینکه مثلا از یک ماه قبل، از مثلا 40 روز پیش، 2 ماه قبل داشته میپوسیده و شما متوجه این موضوع نشدید. پس حتما آبیاریش رو تنظیم بکنید و آب کم بهش بدید. یه ویدیو هم در رابطه آبیاری دارم، اونم حتما ببینید. آبیاری نکته خیلی اساسی و مهمی داره که تو اون ویدیو گفتم، لینکش بازم اینجاها میاد، اون رو هم حتما ببینید. حالا دقیقا میرسیم به چیزی که با آبیاری ارتباط مستقیم داره، یعنی جنس خاک. جنس خاک این گیاه خیلی مهمه. باید خاکش جوری باشه که آب به راحتی ازش بره بیرون و در عین حال بتونه رطوبت خوبی رو نگهداری بکنه. معمولا از خاک کاکتوس براش استفاده میکنن، یعنی ماسه شسته شده و اینکه میریزنش و خیلی عالی، آب که میدی راحت ازش میره بیرون. ولی یه موردی داره، ماسه خیلی سنگینه. سعی کنید یه مقداری پرلیت، مثلا سایز درشت یا پوکه قاطی خاکتون بکنید، و از اون طرف یه مقدار خیلی کمی کوکوپیت یا پیت ماس قاطی خاک بکنید که بتونه آب رو بیشتر نگه داره و در عین حال مواد غذایی رو هم خودش بتونه نگه داره، یعنی هر چی میدی راحت از اون ور نره بیرون. پس این در رابطه با خاک. و نکته‌ای که دوباره با خاک حالا خیلی مرتبطه، سوراخ‌های کف گلدونه. سعی کنید برای نخل ماداگاسکار سوراخ‌های درشت کف گلدون بزنید، تعداد زیاد بزنید. مثلا یه گلدون انقدی تو این سایز باید کفش حداقل 3 تا سوراخ درشت خوب داشته باشه که آب به راحتی ازش بره بیرون. زیر گلدونی برای نخل نذارید. اگر میذارید آب توش جمع میشه، حتما آبشو خالی بکنید، نذارید آب توش بمونه. توی گلدونای میکا اگر میکارید، یا تو گلدونایی که کفشون چیز هستن، کفیات خیلی چفتن، کفیا رو در بیارید، یا حتما حواستون باشه که اونو خالی بکنید. این هم نکات در رابطه با آبیاری و جنس خاک. تمام این نکات رو گفتیم و میرسیم به رطوبت. ببینید این گیاه ذاتاً نیاز به رطوبت نداره، یعنی اصلا براش مهم نیستش که ما حتما بهش رطوبت بدیم و بخواد مثلا رشدش تأثیری داشته باشه. ولی از اون طرف اگر رطوبت هم بهش بدیم به مشکلی نمیخوره آنچنانی. سعی کنید رطوبت کم بهش بدید، یعنی خیلی خیسش نکنید، ولی در کل اگر که مثلا یه جایی دارید که نور خوب داره، میتونید در طول روز آبپاچی روش داشته باشید. روی تنش اگه آب بریزه مشکلی براش پیش نمیاد. اینو خیلی فکر میکنن که روی تنش آب بریزیم خراب میشه. نه، هیچ چیش نمیشه، میتونید روی تنه کاملا آب بریزی. و اینکه فقط تهویه هوا حتما
داشته باشید. تهویه هوا خیلی براش مهمه. و یه موردی اگر که اسپری آب میکنید روی برگ ها، مثلا کنار بقیه گلاتون داری اسپری میکنه اینم خیس میشه، حواستون باشه نور مستقیم نداشته باشه، چون نور مستقیم میتونه اون قطرات آب رو تبدیل بکنه به ذره بین و باعث بشه که برگ گیاهتون لک بشه و خراب بشه. حواستون به این مورد باشه. یه نکته که الان یادم اومد و خیلی مهمه، نخل ماداگاسکار گیاه خزون کننده است، یعنی زمستونا میره به خواب اگر که شرایطش براش مهیا باشه. شما یه موقع است که اینو تو خونه نگهداری میکنی، یه جای گرمه، یه جایی هستش که خیلی دما همه چیز اوکیه، خب اونجا غالبا زمستون هم برگ داره. ولی اگر یه جایی باشه که دما یه مقداری بیاد پایین، مثلا دما زیر 10 بیادش، شروع میکنه به خزون کردن و برگا میریزه و فقط یه گرز رستم ازش باقی میمونه دیگه. بیرون نندازیدش، خشک نشده، اون دوباره تو بهار شروع میکنه به جوونه زدن و به پر کردن. ولی موردی که هستش جایی نذارید که دما زیر 0 بیاد. اگر دما زیر 0 بیاد، چون بافت ساکولنتی و آبدار داره، شروع میکنه به یخ زدن و اگه یخ بزنید یه کاملا میمیره. مثلا توی راهروها، توی راپله ها میتونید نگهداری بکنید، جاهایی که نور خوبی دارن اونجاها خوبن، دماشون تقریبا مثلا بالای 2-3 درجه است و مشکلی براش پیش نمیاد. اگر که توی بالکن یا توی حیاط دارید، حتما یه جایی بذاریدش که سرمایه زیادی بهش نخوره، یا گلخونه های کوچیک اگر دارید میتونید نزدیک نایلون بذاریدش، نزدیک در ورودی بذاریدش که سرما رو همچین احساس بکنه. همین که سرما رو بگیره شروع میکنه به خزون کردن و توی بهار دوباره همین فروردین اردیبهشت شروع میکنه به برگ زدن. اینم که الان میبینید برگاش اینطوری کوتاهه، این ذلیل نشده، یعنی یه جایی نبوده که اذیت بشه. زمستون خزون کرده بوده و تازه الان تقریبا نزدیک 2 هفته است که شروع کرده به برگ زدن و برگا اومده بالا. حالا الان تو این موقعیت که برگا داره جدید میاد، ما باید از کود براش استفاده بکنیم. چه کودی براش خوبه؟ کود پتاس بالا و کود فسفر بالا براش عالیه. پتاس بالا 12 36 و فسفر بالا 10 52 10 نخندید 10 52 براش عالیه. در کنارش هیومیک اسید رو هم به صورت دوره‌ای تقریبا هر 2 ماه یه بار هیومیک هم بهش بدید که خاک رو کاری بکنه که بیشتر مواد غذایی رو ریشه‌ها بتونن ازش جذب بکنن. در کل فکر می‌کنم که تقریبا تمام نکات رو بهتون گفتم. نکته خاص و عجیب و غریب و چیز دیگه ای نمونده. یه چیزی، اینا بعضی از واریت‌ها یا بعضی از مدلاش از بغل شروع میکنه روی تنه‌هاش تنه جوش میزنه میاد بیرون. پاجوش نیست، یعنی از تو خاک نیست، از روی بدنه میزنه. البته پاجوش هم میزنن. اینا رو جدا نکنید، بذارید بمونن بزرگ بشن. و موردی که هستش، من خودم نتونستم تا به حال از طریق قلمه تکثیرش کنم، یعنی نزدیک 5-6 بار تست کردم و دیگه جرئت نکردم تست بکنم، گفتم خب خراب میشن حیفن. قلمه‌شو من نتونستم انجام بدم بگیرم. اگر کسی از شما تونسته قلمه بکنه، لطفا این زیر برامون بنویسه که چیکار کرده، از چه روش استفاده کرده و اون تنه جوشا و پاجوشا رو هم بهتون پیشنهاد میکنم بذارید بمونه، باعث قشنگتر شدن گیاه میشن. توی زمستون هم تایمی که این گیاه خزون کرده، میتونید سرش رو حذف کنید، یعنی 1 سانت 2 سانت جوونه بالا رو حذف کنید. اگر که میخواید گیاهتون چند کله بشه، شما از هر جایی که کله رو بزنید حذفش بکنید، از همونجا شروع میکنه 3 تا 4 تا جوونه جدید توی بهار میزنه و یه گیاه چند سر و چند کله دارید. این هم نکات آخریش بود دیگه. تقریبا چیز خاصی نمونده، همه چیز رو تقریبا بهتون گفتم. حالا اگر سوال خاصی در رابطه با این گیاه داشتید، همین زیر بنویسید تا جایی که اطلاعات داشته باشم در خدمتتون هستم. ممنونم که حمایت میکنید. ویدیو رو برای دوستای خودتون بفرستید، کانال رو حتما ساب داشته باشید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.